تا که از لطف الهی شد عیان طلعت پیغمبری آخر زمان. مکه را از روی خود پر نور کرد، از عربها این صفتها دور کرد. گفت حکم الله این است ای کرام، باید زنان را نماید احترام. این زنان خوشبوی چون ریحانه اند، این زنان شمع و چراغی خانه اند. زن اگر موجود در عالم نبود، در زمان یک نفر آدم نبود. دختران را دوست دارید از وفا، سلمه وارد نیارید از جفا. هر که از خود دخترش را شاد کرد، خانه خود در بهشت آباد کرد. هر زن دارد تقاضای حقوق، دختران را هستند دارای حقوق. من ز دنیا دوست دارم سه چیز، عطر و نماز و زنانی با تمیز. هست جانم زیر پای مادران، جان فرزندان فدای مادران. هر کی نیکویی نماید با عیال، یابد اندر نزد حق رزقی حلال. ای زنان و دختران شادی کنید، همچو سروی سوسن آزادی کنید. هست پیغمبر طرفداری شما، فاطمه نیز در بهشت یاری شما. دختران را مصطفی آزاد کرد، جمله زنهای عرب را شاد کرد. مرد و زن گویند تا یوم القیام، بر محمد مصطفی بادا سلام.